سلام دوستای عزیز، دوباره صبحشون بخیر. سلام دوستای عزیز، صبحشون بخیر. آره دیگه ما و پیف در بیرون فرودگاه ورشو هستی. کم کم ما متر قصد حرکت کنی بخیرم طرف نروژ دیگه. شما مرا تا آخر بینده باشین. امیدواریم که کدام مشکلات پیش نیاد دیگه بیننده باشین و لایک سابسکرایب یادشون نره. خدافظ فعلا. بس خب دیگه از جایی که آدم رو چک مونه سکانر که میگیری رد شدیم. اونجا اجازه تلاشی آدم نداره. چی فیلم برداری بخش اجازه فیلم برداری نداره دیگه. حالا مورد دیگه کم کم که یه چیز کنیم گیت پرواز خرا پیدا کنیم. حتی مو کم گفترم ده چند دقیقه بعد احتمالاً پیدا بیتیم. استقبال مشخص نشد دیگه، کم باسانتر مشخص بشه دیگه. ورشو قدر یخ نبود اما نه تا یخ هست داخل فرودگاه، ولی خیلی یخ بود. نه اون موقعی که ما شا اومده که بیخی یخ بود. امروز که هتل دیسو اومده هوا خیلی خیلی خراب بود دیگه. ولی خب هر جای قشنگی خود داره دیگه. اینجا سرد است و سبز است. مردم از اینجا خیلی شاطر ظالمان نیست، همه‌شون میخنده گرم میزنن. نه یعنی خنده دلوای کلگیش هست دیگه. باید بریم اینال تا گیت پرواز پیدا نردیم. یکم طول میکشه نه؟ یخ هم هست. آتفر یخ کده نکنه که ناجوی نشنیمو. چطور عاطف گل؟ نظرت چیه؟ خب بچه‌ش خب بچه‌م دیگه باز در ادامه بخشیشون ویدیو میگیری هر وقت که گیرت از من پیداش نه دیگه. قبلا ما وطفه مسافرت که دیگه البته ایران بوده. مسافرت امویه دیگه. آره اونجا خیلی آسو بود چون فارسی میفهمیدی خیلی راحت. او قدر کلان هم نیست دیگه فرودگاهش دیگه. اینا که اینجا ده مثلا در آلمان که بود آسان بود، زبانش دوج بود. اینجا دیگه باید انگلیسی قرد پرد کنی و یا هم زبان چی رو بلد باشی. از اینجا آفرین که مو انگلیسی هم قدر خوب نیه دیگه. زبان از اینجا که اصلا بلد نیم. عاطفه فهمیده این شو که من خاور کده بازم خسته معلوم میشه بیچاره. ما رم یک ساعت فکر کنم استراحت کردم دمای صبح دیگه. ولی چما کم کم قومه معلوم میشه. آره به نظر تو نروژ سرتر از اینجا 100% دیگه نه؟ به توار چک کنی به نظر نروژ خیلی از اینجا سرتر باشه. بچه‌م شاید نباشه. ای خمگم بزنم فکرم که ریحان داره نه؟ خب دیگه بچه در ادامه لطفا لایک سابسکرایب یادشون نره. مور حمایت کن بیننده باشین تا آخر. دوستای عزیز ما اومدیم در چی میگه در هواپیما خودمون شیشتی دیگه. هواپیما پولندی است، خیلی کوچیک هم هست نه چیزی تقریبا. آره قد جای شارژر نداره. آره یک رقم هواپیمای قرن اجریه، جای شارژر که نداره، چی تلویزیونی چیزا اصلا نداره. خب دیگه به هر صورت هوا خیلی خیلی یخه. یعنی گسبا که داخل فرودگاه یخه و چی برسه که بیرون دیگه. عاطفه به نظر تو چی رقم ورشو چی رقم دیدی؟ یخه خوش نماد یا باید هواپیما بلندش قضاوت کنیم؟ قضاوتت نمیخوام. یک روز یک شام چند ساعت ولی خوب بیم خوب راحت بدیم نبودیم؟ دیگه یک چند ساعتی بودیم خیلی خوب جای بود. مثلا هتلش خیلی تمیز.
خواست بالاخره دوال حرکت شده دیگه کم 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 چند دقیقه دیگه شاید اجازه پرواز صادر کنه نه؟ علی میدانوایی چرا سرساعت نه؟ جولی ببخشیم نه؟ اگر نباید چم سرساب زد دیگه ها؟ چیکار نباشه به خاطر که پرنده میپلش میشه پرنده که هست خیلی خطرناک در پرواز اگر داخل موتور بره خیلی وضعیت هواپیما خراب کم کم باریش هم باره نه این فرودگاه چقدر بزرگه نه؟ اون چیز رو کنترل این طرف سایگاهیه همون چراغ شوی سرخ تاب باشه آفرین خیلی بزرگه این چه اقدر جمع داره اون یک دونه پرواز کرد بارش استو بده بخیر از این پرواز صادر شد دیگه هیچ چیز معلوم نمیشه دوست عزیز دیگه ابر است خلاص آمدیم بخیر برای ابر ابرا چه قصد پایینه نه هیچ دیگه هیچ چیز معلوم نمیشه نه خب دوستای عزیز دیگه بالاخره بایکاگ موامد دیگه ما وطفم رسیدی بخیر که بوری طرف خانه آقای عاطفه طرف خانه باجی اریم عاطفه دیگه اینا رو سعی که میخوای برو آقای خروش کنه نه منده امروز نه بیلج بد نه دیگه خوشحال دیروز گفتی آی که با منده ایم خیره گوش مقصد خوشحال هسته دیگه نه؟ قدر خوشحالی؟
خارزاده خو خواهر خیاز نه خو اوه آف دیگه این میدانوایی سیوایی شهر اسلو به جایی که پیکامه دیگه الان باید بریم دیگه زد اوت اگزیت به نظر اینجا هم سکیوریتی چک مونه نه خب دیگه بچه ما بریم در قسمت که سکیوریتی چک مونه اجازه فیلم برداری نداریم سلام علیکم امید جان چطوری؟ خوبی؟ صحت خوبم بخیر آفات خوشم بخیر باش که ما زیارده ویدیو بگیرم آره خوبی نیش تقریب است سلام علیکم خوبی؟ جان بخیر صحت خوب بخیر خوش آمدین در کشور نروژ. یکی بگوشم دارم؟ ای تازه تبال رادت نکده چطوری خوبی رای؟ شکر بچه خود خوبه سلامت صحت خوبه خوش آمدین در کشور از ما تازه رسیدین؟ یا ساک اسمو خیلی دیره برده خواه در اونجا؟ آره یک ساعت منتظر ساک شدیم هیچ نمیمان خواه او دیگه کم تال مخوره آره ما خیلی گفتیم این گم شده سر ندفعه عرشی ها مندشنی نکده چیا بود؟ بگوانه خب من یا عکس مکس میگیرم دیگه در منج میگیرین یا